همه ما به دنبال پولدار شدن هستیم، اما واقعاً چه کسی قرار میلیاردر بشه؟ چه ویژگی‌هایی رو باید داشته باشه و چه اقداماتی رو باید انجام بده تا به این هدف برسه؟ این ویدیو انقدر ارزشمنده که شاید بتونه زندگی شما رو تغییر بده. همینطور باعث بشه شما رویای میلیاردر شدن رو محقق کنید. میلیاردر شدن به ترکیبی از هوش، خلاقیت، شانس و تلاش فراوان نیاز داره. در اینجا چند راهکار و اصول کلی که میتونه به موفقیت مالی و ایجاد ثروت کمک کنه برای شما بیان میکنیم. البته که میلیاردر شدن برای همه ممکن نیست و نیازمند ترکیبی از عوامل مختلفه. اما با پیروی از این اصول و تلاش مداوم و باور قوی میشه به موفقیت مالی نزدیکتر شد. سلام، به کانال آقای موفقیت خوش اومدید. با ما همراه باشید. کارآفرین باشید. بسیاری از میلیاردرها کسب و کار خودشون رو راه اندازی کردن. سپس با تلاش و پشتکار فراوان اون رو به یک تجارت موفق تبدیل کردن. برای شروع این کار ابتدا ایده‌ای نوآورانه پیدا کنید یا به دنبال فروش محصولات یا ایجاد خدماتی باشید که مشکلات مردم رو حل کرده با ارزش واقعی ایجاد کنه. همینطور به دنبال فرصت‌هایی برای گسترش کسب و کار خودتون، به ویژه در بازارهای جدید و نوظهور باشید. سرمایه گذاری کنید. همه درآمدتون رو صرف خرید کالاهای مصرفی نکنید و حتما بخشی از اون رو سرمایه گذاری کنید. اگه مقدار کمی میتونید پس انداز کنید، حتما پولتون رو به طلای کارکرده تبدیل کنید یا در بانک‌های قرض الحسنه برای ایجاد گردش مالی و استفاده از وام‌های کم درصد سپرده کنید. سرمایه گذاری هوشمندانه در بازارهای مالی میتونه به ایجاد ثروت منجر بشه. یادگیری اصول بازار سهام و تحلیل‌های مالی خیلی مهمه. خرید و فروش املاک و مستغلات و خرید واحدهای پیش فروش به شرط معتبر بودن مالک و سازنده هم میتونه یه راه مؤثر برای افزایش ثروت باشه. سرمایه گذاری در استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا که پتانسیل رشد بالایی دارن میتونه بازدهی بالایی داشته باشه. مورد بعدی، آموزش ببینید. صرف پول برای آموزش و مهارت آموزی خودتون هزینه به حساب نمیاد، بلکه یه سرمایه گذاری مطمئنه. داشتن تحصیلات و مهارت‌های مرتبط با حوزه‌های پرطرفدار و سودآور میتونه در رسیدن به موفقیت مالی کمک کنه. مدیریت پول، بودجه بندی و سرمایه گذاری هوشمندانه از جمله مهارت‌های ضروری برای ایجاد و حفظ ثروت هستند. به استقبال نوآوری و تکنولوژی برید. بسیاری از میلیاردرهای امروزی از طریق نوآوری در فناوری و ایجاد محصولات و خدمات جدید به ثروت دست یافتند. بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید برای بهبود فرآیندها و افزایش بهره‌وری میتونه به موفقیت کمک کنه. شبکه سازی کنید و روابطتون رو توسعه بدید. شبکه سازی یکی از مهمترین مهارت‌ها در دنیای کسب و کار و موفقیت حرفه‌ایه. این مهارت به شما کمک میکنه تا روابط کاری و حرفه‌ای مفیدی برقرار کنید. از تجربیات دیگران بهره مند بشید و فرصت‌های جدیدی برای رشد و پیشرفت پیدا کنید. ایجاد روابط قوی با افراد موفق و تاثیرگذار میتونه فرصت‌های زیادی رو به همراه داشته باشه. برای آشنایی با افراد همفکر و موفق میتونید در کنفرانس‌ها، سمینارها و ورکشاپ‌ها شرکت کنید و از پلتفرم‌های اجتماعی مثل لینکدین برای برقراری ارتباط با حرفه‌ای‌های صنعت خودتون استفاده کنید. یادتون باشه که برای شکل‌گیری یه رابطه باید ارتباط مؤثر برقرار کنید. برای همین هم باید شما در ابتدا یک معرفی کوتاه و جذاب از خودتون آماده داشته باشید که شامل تخصص‌ها، علایق و اهداف شما باشه. همینطور شنونده خوبی هم برای طرف مقابلتون باشید و با شناخت زبان بدن و آداب معاشرت و آراستگی ظاهری بیگانه نباشید. حتما بعد از اولین ملاقات از طریق ایمیل، تماس یا شبکه‌های اجتماعی با افراد در ارتباط بمونید و سعی کنید در روابط خودتون ارزش ارائه بدید. مثلا از طریق به اشتراک گذاشتن اطلاعات مفید، معرفی افراد به همدیگه یا کمک در پروژه هاشون میتونید این ارزش رو ایجاد کنید. ایجاد مشارکت‌های استراتژیک با کسب و کارهای دیگه میتونه
به رشد سریعتر و دستیابی به منابع جدید کمک کنه. سخت کوشی و پشت کار لازمه موفقیته. ایجاد ثروت زمان بره و نیاز به صبر و تحمل در برابر شکست‌ها و چالش‌ها داره. هیچ موفقیتی بدون تلاش و پشتکار به دست نمیاد. سخت کوشی و تعهد به اهداف بلند مدت از اصول اصلی موفقیته. همه پولاتو توی جیب نگه ندار. هر سرمایه گذاری و کسب و کاری دارای ریسکه. یادگیری نحوه مدیریت و کاهش این ریسک‌ها خیلی مهمه. تنوع بخشی به سرمایه گذاری ها و عدم تمرکز روی یه منبع درآمدی میتونه ریسک ها رو کاهش بده. مدیریت مؤثر ریسک به شما کمک میکنه تا خطرات رو به حداقل برسونه و بهره وری رو افزایش بده. استفاده از تکنیک های شناسایی مثل طوفان فکری، تجزیه و تحلیل سواد برای شناسایی نقاط قوت، ضعف و فرصت ها و تهدیدها و همینطور تحلیل تاریخچه پروژه ها خیلی به مدیریت ریسک کمک کننده است. از مزایای مدیریت ریسک اینه که با کاهش وقوع حوادث و مشکلات موجب حفظ اعتبار و اعتماد مشتریان و ذی‌نفع میشه. با شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها بهتر برنامه‌ریزی میشه کرد. آگاهی از ریسک‌ها و داشتن برنامه‌های مشخص برای مدیریت اونها موجب کاهش استرس و اضطراب در میان کارکنان میشه. دوست عزیزم، ممنونم که با لایک ویدیو کمک به انتشار بیشترش میکنی. لطفاً کانال رو هم سابسکرایب کن تا تو شلوغی یوتیوب ما رو گم نکنی. شکارچی فرصت‌ها باشید. به دنبال فرصت‌های جدید و ترند در بازار باشید و سعی کنید از آنها بهره برداری کنید. توانایی تطبیق با تغییرات بازار و موقعیت‌های جدید میتونه به موفقیت بلند مدت کمک کنه. در جوامع حرفه‌ای مشارکت کنید. به انجمن‌ها و گروه‌های حرفه‌ای مرتبط با حوزه کاری خودتون بپیوندید. در فعالیت‌های اجتماعی و داوطلبانه شرکت کنید تا روابط غیر رسمی و دوستانه‌ای برقرار کنید. در رویدادهای آنلاین شرکت کنید تا با افراد بیشتری از سراسر جهان ارتباط برقرار کنید. EQ خودتون رو تقویت کنید. مهارت‌های ارتباطی خودتون رو بهبود بدید تا بتونید بهتر با دیگران ارتباط برقرار کنید. توانایی درک و مدیریت احساسات خودتون و دیگران و همینطور هوش هیجانی رو تقویت کنید تا روابطتون بهبود پیدا کنه. حواستون به مشتریاتون باشه و هواشون رو داشته باشید. در دنیا افراد برای ارزش پول خرج میکنن، نه اینکه در نظر بگیرن فردی چند ساعت برای اونها کار کرده. کسایی میتونن به درآمدهای بالا دست پیدا کنن که بتونن مشتری خودشون رو متقاعد کنن. این توانایی رو داشته باشن که به اونها توضیح بدن محصول خوب و با کیفیتی رو ارائه میدن. شناخت مشتری گامی مؤثر در کسب و کار و بیزینس شماست. باید به خوبی بدونید و درک کنید که مشتری و مخاطب محصول شما چه افرادی هستند. دنیای ذهنی و نیازهای اون رو متوجه بشید. مدیریت انرژی برای تحقق اهداف بسیار ضروریه. همه افراد نیازمند دریافت انرژی هستند تا بتونن اهداف و رویاهای خودشون رو دنبال کنن. هدف و رویا میتونه به شما انرژی بده، ولی مسلماً شما به انرژی فیزیکی هم نیاز دارید. ورزش و تغذیه سالم بسیار حائز اهمیته. حالا بررسی کنید از بین نکات مطرح شده چند مورد از اونها رو در شخصیت خودتون دارین و اجرا میکنید. توجه به این نکات و تقویت اونها در شخصیت خودتون مطمئناً شما رو در مسیر زندگی بسیار یاری میکنه. باعث میشه زندگی بهتری برای خودتون بسازید. به اصل فراوانی اعتقاد قوی داشته باشید و بدونید رزق و برکت برای همه هست. پس تیم کوچیک خودتون رو بسازید و به سمت استخدام افراد یا یافتن یه هم‌مسیر برای ایجاد هم‌افزایی و ساخت بیزینس خودتون حرکت کنید. ممنونم که تا پایان ویدیو با من همراه بودید. ویدیوی بعدی رو که راجع به برنامه روزانه افراد موفق هست حتما ببینید تا بتونید شما هم برنامه روزانه خودتون رو بنویسید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید، ویدیوهامون رو لایک کنید تا از سریال موفقیت جا نمونید.